در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. ای محمد صد سلام بر تو ز گلزار برین، از خداوند کریم و از ملائک اجمعین. چون بشر کرده نجات از برکت تو بالیقین، حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، تا به محشر از تجاوز حرفش ایمن است. وعده خلاق بی چون است به حفظ این کلام، عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم
صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظیم. خدمت همه برادران عزیز و بزرگوار، برادران و خواهران، جوانان و نوجوانان، همه علاقمندان جلسه قرآن عظیم الشان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاس میگوییم که برای ما و شما این لحظات و این فرصتها را مهیا ساخت. در آیات گذشته و در جلسه گذشته الله سبحانه و تعالی از دو نعمت دنیوی بیان کرد و منعم حقیقی را گفت که فقط ذات اقدس الهی هست. در این آیاتی که امروز میخوانیم و در این جلسه میخوانیم، الله سبحانه و تعالی نعمتهای یا نعمت دینی و معنوی و اخروی بیان میکنه که ربط این آیات با آیات گذشته همین هست. دوستای زیادی پیشنهاد اینا این بود که اگر تا اندازه سریعتر خوانده بشه و تا اندازه بیشتر خوانده بشه بهترتر خواهد بود. اگر بخواهیم که روی یک آیه قرآن اگر انسان سالها و ماها هم بگویه هنوز هم کم گفته، باز هم کوشش میکنیم که سریعتر پیش بریم انشاءالله. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، در شروع این آیه مبارکه فعل اذکر محذوفه، چنین میشه اذکر ربک، یاد کن پروردگار خیش را آن هنگامی که گفت برای ملائکه انی جاعل، همانا من جاعل یعنی خالق، خلق کننده ام، آفریننده ام، فی الارض در زمین، خلیفه را. قالو گفتن ملائکه، وقتی خداوند به ملائکه گفت که من خلیفه در روی زمین خلق میکنم، ملائکه گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا میگردانی در زمین کسی که فساد میکند فیها در آن، و یسفک الدماء و خونریزی می نماید، یعنی جنگ و جدال و قتل و قتال و اینها را بر راه می اندازد. و نحنو مایان که هستیم، الان که ما نسبح و تسبیح میگیم تو را ای الله، بحمدی که و حمد تو را میگوییم، و نقدس لک و تو را به پاکی یاد میکنیم. قال، گفت الله سبحانه و تعالی انی اعلم ما لا تعلمون، او چیزی که من میدانم شما نمیدانید. گفتیم که در آیات گذشته دو نعمت دنیوی و این که یا منعم حقیقی بیان شد. در این آیات الله سبحانه و تعالی نعمتهای معنوی بیان میکنه، نعمت دینی بیان میکنه، نعمت اخروی بیان میکنه، و خلاصه
خلافت انسانها که از جانب رب العالمین بیان میشه که ای انسان مقامتو و منزلتتو ببین که به کجا هست. تو خلیفه خدا در روی زمین، نماینده خدا در روی زمین، چقدر مقام و منزلت هست. در این آیات فضیلت انسان بیان میشه، جایگاه انسان بیان میشه، مقام و ارزش انسان بیان میشه که انسان دارای چی مقام و ارزشی هست. مقام آدمیت بیان میشه و تا حتی چنان بیان میشه که مقام آدمیت و مقام انسانیت از مقام ملائکه و فرشته ها هم بالاتره. چیزی که در این امتحان انسان ها و آدم علیه السلام موفق میشه و چیزی که آدم میفهمه و جواب میده فرشته ها و ملائکه جواب نمیدن. در اینجا چند سوال پیش می آید که به طور خلاصه و فشرده گفتیم که خیلی دنبال تشریح نمیگردیم و خلاصه بیان میکنیم و میگذاریم. حکمت مکالمه الله سبحانه و تعالی با ملائکه درباره خلقت آدم چیه؟ الله سبحانه و تعالی برای ملائکه میگه که من مایم خلیفه در زمین قرار بدم. حالا اگر بگوییم که الله سبحانه و تعالی با ملائکه مشوره کرد، این درست نیه، به خاطر این که کسی نیاز به مشوره داره که در امر متردد باشه، در امر متردد باشه. خدای تبارک و تعالی از تردد پاک و منزهه. پس سوال اول اینه که الله سبحانه و تعالی آیا با ملائکه مشوره کرد؟ ایکو درست نیه، چون کسی نیاز به مشوره داره که در حرف خود و در قول خود و در برنامه‌ای که پیش رو داره چکاره؟ تردده، حالت بری از او در شک که آیا این انجام بدم ندم، باشه خواهم رای فلانی مشوره کنم. دوم اگر بگوییم این از جهت اطلاع رسانی فرشتگان بوده، چون مفسرین بیان میکنن که بعضی تفسیرها میگه که خداوند با ملائکه مشوره کرد یا برای ملائکه اطلاع داد. اگر این از جهت اطلاع رسانی بگیریم باز هم صحیح نمیشه، صحیح نیه، چون خدای تبارک و تعالی ضرورت به این کار نداره، خود مختاره، فعال لما یرید فعال لما یشاء، هر کاری که الله سبحانه و تعالی بخواه انجام میده، ضرورت به اطلاع رسانی و ضرورت به مشوره و اینها نداره. حالا این سوال چند جواب داره. همین که الله سبحانه و تعالی و اذ قال ربک، هنگامی که گفت پروردگارت برای ملائکه من میخواهم که آفریننده خلیفه در زمین قرار بدم، اینی جاعلون، من میخواهم خلق کنم، جاعلون یعنی خالقون، در زمین خلیفه را. و باز ملائکه گفتن که آیا تو کسی میبری که فساد کنه و خونریزی کنه؟ ما که تسبیح تور میگیم، حمد تور میگیم و تور به پاکیات میکنیم. همین که گفت الله سبحانه تعالی برای ملائکه ای چی بود؟ آیا مشوره بود؟ آیا اطلاع رسانی بود؟ چند جواب داره. اول، بدون شک خدای تبارک و تعالی نیاز به اطلاع دیگران یا مشوره دیگران نداره، خداوند بی نیازه. ولی این مکالمه الله سبحانه و تعالی، این گفتگوی الله سبحانه و تعالی صرفاً جنبه تعلیمی داره. برای بندگان خود الله تعلیم میده که ای انسانها، ای بندگان من، شما در کارها مشوره کنیم، تا بندگان الله سبحانه و تعالی مشوره یاد بگیرن. مگر الله سبحانه و تعالی که نیازی به مشوره نداشت چرا چنین کرد؟ بعضی از مفسرین میفرمایند که تعلیم مشوره الله به بندگان خدا در تمام عرصه ها مشوره لازم و ضروریه. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ببینیم دروازه وحی بر روی اینا بازه، جبرئیل علیه السلام هر لحظه و هر آن میآیه، برای از اونا پیک وحی خبر میاره
باز هم میگه و شاورهم فی الامر، ای پیغمبر تو مشوره کن با صحابه. هر انسان نیاز به مشوره داره، تا حتی در زندگی خانواده، تا حتی داماد کردن فرزند، عروس کردن دختر و بالاخره ترتیب یک کار و معامله، به سفر رفتن، جای رفتن، مشوره لازمه. با هم دیگر اعضای فامیل بشینن مشوره کنن. همینجا یک نکته اشاره میکنم، بعضی بین جامعه میگن که با زن مشوره بکن ولی به حرفی نکن. یک نکته که بین جامعه، با زن مشوره بکن ولی به حرفی نکن، اشتباهی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در صلح حدیبیه وقتی که مشرکین خلاصه مانع شدن، در حدیبیه مانع شدن که اونا رو اجازه ندادن، مشرکین که مانع شدن، اینجی برای صحابه گفتن که شما خود حلال کنیم. صحابه فکر کردن که ما یه همه مسیر راه دور آماده ایم و چگونه حال ما مشرکین مانع میشن. صحابه لحظاتی صبر کردن. یعنی چی؟ یعنی سر نتراشوندن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کمک مایوس شدن که چرا چنین شد. رفتن به داخل همون خیمه‌ای که داشتن، حضرت ام سلمه که یکی از ازواج مطهراته، رفتن با او مشوره کردن. گفتن ما برای صحابه گفتم خور حلال کنیم، سر خور بتراشیم، نتراشوندن، چه کار باید بکنیم؟ ام سلمه میگه که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خود شما بریم سر بتراشونیم بعد هیچی نگی. ببینیم صحابه، چون صحابه عاشق عمل و سنت بودن، وقتی که پیامبر اسلام آمدن سر خود را تراشاندن، صحابه یکی پی از دیگری چه کار کردن؟ خور حلال کردن. مشوره با زن شد و عمل کردن هم با مشوره از او شد. پس در این قسمت مشوره خیلی لازم و ضروریه، خصوصا در عرصه ازدواج. بعضی از فامیل ها دختر را عروس میکنن، قطعا با مادر دختر مشوره نمیکنن، فقط فوراً پدره که فیصله میکنه، بم کوچه، بم سر راه و بازار، بالاخره هم تخت دکان یا تر راه مسجد، سلام علیکم و علیکم ها، دختر خورمیدیم بریم، بله ها دختر ما از خود شما هیچ فرقی نمیکنه. اشتباهه اینا. اولی هیچ پدری حق نداره که مستقیم دختر بی مشوره دختر عروس کنه، هیچ حق شرعی نداره، به شرطی که دختر عاقل و بالغ و هوشیار و فهمیده و بالاخره دارای سن کبارت باشه. هیچ حق پدر نداره. و باز وقتی هم که عروس میکنه بیایه با فامیل مشوره کنه، با خود دختر مشوره کنه، با پسر مشوره کنه. به همینه که ازدواج های امروزی بسیاری میبینیم که دوچار مشکل میشن. بعد از 6 ماه، 1 سال، 2 سال میبینی که کانون گرم خانواده به هم میریزه. چرا به هم میریزه؟ در ابتدا مشوره نبوده. پس در این قسمت خیلی باید متوجه باشیم. الله سبحانه و تعالی وقتی که با فرشته ها مشوره میکنه، الله هیچ نیازی به مشوره نداشت. چرا؟ این صرفاً جنبه تعلیمی داره، تعلیم برای بندگان که بندگان الله سبحانه و تعالی چه کار کنن؟ در هر کاری مشوره کنن، در هر کاری مشوره داشته باشن. دوم، این مکالمه برای نشان دادن آدم بود، چون در تفسیر ابن جریر از عبدالله ابن مسعود روایت شده که قبل از خلقت آدم علیه السلام ملائکه با هم دیگر میگفتن لن یخلق الله خلقا اکرم علیه و منا ولا اعلم. ملائکه همیشه با خود میگفتن که آیا از ما هم بنده یا مخلوقی مکرمتر خلق میشه؟ الله سبحانه و تعالی آدم را خلق کرد که بله از شما مکرمتر، از شما عزیزتر، از شما مقام بالاتر و بالاخره چه کار میشه؟ خلق میشه. این برای ملائکه نشان داد. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این بیان کرد که ای ملائکه، شما که در دل داشتیم و این میگفتیم که هرگیز از ما چه کاره مخلوقی خداوند مکرمتر خلق نکرده، بله این خلیفه‌ای که در روی زمین میآیه ای از شما مکرمتره، از شما عزیزتره. سوم، این مکالمه به این واسطه صورت گرفت که خداوند به ملائکه فهمان که حقیقت آدم فقط شکل و هیئت ظاهری اونیه.
که شکل و هیئت ظاهری آدم، بلکه چیه؟ حقیقت اصلی و اینه که مظهر تجلی جلال و جمال الهی و دارای کمالات و فضائل بیشماریه. آدم علیه السلام یا بنی آدم یا ما و شما تنهای قیافه ظاهری ارزش نداره. تنها اینیه که انسان هر روز صبح بره به حمام، خب بالاخره سر و صورت خوب تیار کنه، خوب لباسای لوکس بپوشه، این ظاهر که تیار شد این خیلی خوب باشه. درسته نظافت جز ایمانه، اما ارزش انسان در کجای؟ در قلب انسانه. ارزش انسان، جایگاه انسان، جایگاهی که هر لحظه تجلی پروردگار عالم در دل انسان و قلب انسان میشه. بلال حبشی، بلال سیاهی، بالاخره ارزش که پیدا میکنه از سران مشرکین که چقدر ظاهرا زیبا بودن و با عزت و با شوکت و با شأن و اینها زندگی میکردن، بلال حبشی میره مقام از او بالا، ولی ابو جهل و ابو لهب میایه به پایین. پس این هیئت و شکل ظاهری انسان مراد نیه. چی مراده؟ ملائکه متوجه ساخت که ای ملائکه حقیقت اصلی از این متوجه شیم که این چگونه جایگاه و چگونه کمالات و فضائل داره. این به طور خلاصه همین که الله سبحانه تعالی به ملائکه گفت من میخوام در روی زمین جانشینی تعیین کنم، خلیفیر بیارم. ملائکه بالاخره به اطلاع اینا رسید، با ملائکه مشوره شد. این بیان شد که الله سبحانه تعالی از مشوره کردن با کسی و از این که اطلاع دادن به کسی پاک و مبرهه. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. دیگه سوال پیش می آید ملائکه از کجا می دانستن که انسان فساد میکنه در روی زمین؟ ملائکه غیب میفهمیدن که گفتن قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. آیا میگردانی در زمین کسی را که فساد کنه، کسی که خونریزی کنه؟ ملائکه میر از کجا میدانستن؟ حضرت شیخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه، شیخ الهند که از بزرگواران و شخصیت‌های اول دیوبندن میفرمایند که اولا این سوال به قصد اعتراض نبود. همین که ملائکه گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، این به قصد اعتراض نبود، ملائکه اعتراض نکردن، بلکه به قصد استفاده بود. یک توجیه. دوم، قبل از آدم علیه السلام در زمین جنیات زندگی میکردن، جنیات زندگی میکردن، جنیات فساد کردن، جنیات خونریزی کردن. حضرت مولانا شیخ الهند میفرمایند که طبیعت بشری به طبیعت جنی قیاس کردن. گفتن جنها وقتی که فساد کردن و خونریزی کردن، انسان همچنین خواهد کرد. سوم میفرمایند این که احوال انسانها را در لوح محفوظ دیده بودن، همه از ابتدا تا انتها در لوح محفوظ تحریر شده بود. ملائکه دیده بودن که انسانها میآیند فساد میکنن. امروزه در روی زمین کم فساده، امروزه در روی زمین کم خونریزیه، کم قتله. و ملائکه اینها در لوح محفوظ مشاهده کرده بودن و توجیهات دیگری هم که بعضی دیگه از مفسرین بیان کردن. حالا فضیلت آدم بر فرشته از کجا معلوم میشه؟ این آیات بیان میکنه. وقتی که فرشته ها گفتن که نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، خداوند گفت که او چیزی که من میدانم شما نمیدانیم. چه کار کرد خدای تبارک و تعالی؟ میدان امتحان را آورد. و علم آدم الاسماء، تعلیم داد آدم را نامهای اشیا را، اسمای همه مسمیات خدای تبارک و تعالی به آدم چه کار کرد؟ تعلیم داد، در ذهن و فکر آدم ریختاند. اسماء مسمیات، وقتی که میگیم اسماء مسمیات، اسماء تا مسمیات فرق میکنه که مسما چیه؟ مثلا اسم من مجیب الرحمن، حالا مجیب الرحمن اسم خود من مسمای، مجیب الرحمن مسما شده از برای من. همچنین هکذا هر کدامر که
قیاس کنیم که اسم تا مسما چنین فرق میکنه. و علم آدم الاسماء، تعلیم داد آدم را اسماء کلها، همه اشیاء را، اسمای همه مسمیات را به آدم علیه السلام. ثم عرضهم، پیش کرد ایشان را علی الملائکه، بر ملائکه. فقال، گفت انبئونی، خبر بدید مرا، به اسماء هؤلاء، به این چیزها، این کنتم صادقین، اگر شما راست میگویید. تمام اشیایی که در روی زمینه، همه اینها با آدم علیه السلام بیان کرد و بعداً عرض کرد برای صحنه امتحان. برای چی؟ برای آدم و فرشته. تا حتی این گلاس، آب، بالاخره میز، چراغ، پنکه، کامره و هر چیزی، هکذا کامپیوترهایی که امروز آماده، اینترنت هایی که امروز آماده، همه اینها به حضرت، از کارد و چاقو و بالاخره قاشق و پنجه و گرفته و بالاخره همه اینها با آدم علیه السلام وقتی که اینها تعلیم داد و بعد به ملائکه پیش کرد، ملائکه گفت که حالا که شما بگیم که اینها چیه، چه کار کردن، این کنتم صادقین، اگه شما راست میگیم. ملائکه که خود بالاتر جلوه میدادن، شما اگر راست میگی میر بیان کنیم. قالو، جا در جا گفتن ملائکه سبحانک، به پاکیات میکنیم تو را ای الله، لا علم لنا، نیست برای ما علمی، الا ما علمتنا، مگر او چیزی که تو تعلیم دادی برای ما، انک انت العلیم الحکیم، ای الله تو دانا و با حکمتی، ما نمیفهمیم به حکمتی، حکمتی که تو داری و تو میدانی و تو دانایی، ما نمیفهمیم و نمیدانیم. بعد الله سبحانه تعالی با آدم گفتی یا آدم، قال یا آدم، ای آدم، انبئهم باسمائهم، خبر بدی به اسمای از اینا رو خبر بدی. انبئهم، خبر بدی فرشتگان را، به اسمائهم، به نامهای آنها. فلما انبئهم، وقتی که خبر داد آدم ایشان را به اسمائهم، به نامهای آنها، یک حضرت آدم بگفت. حضرت آدم بگفت که این پنکیه، این چراقیه، این گلاسیه، این کتابیه، این کاغذیه، این چیه، این فلان، این فلان، این فلان، هر یک نام گرفت. قال، گفت الم اقل لكم، خدای تبارک و تعالی گفت الم اقل لكم، آیا نگفتم برای شما، اینی اعلم غیب السماوات والارض، میدانم، هر آینه من میدانم آنچه که پوشیده در زمین و آسمان هست، آنچه که پوشیده در آسمان و زمین هست، آنچه که پنهان در زمین و آسمان، الله گفت من میدانم. و اعلم، و میدانم، ما تبدون و ما کنتم تکتمون، او چیزی را که شما آشکارا میکنید و او چیزی را که پنهان میکنید. ملائکه که چیز واضحه چی آشکارا کردن؟ خدای تبارک تعالی میگه ای ملائکه، او چیزی که شما پنهانم میکنید من میدانم، او چیزی که شما میپوشانید هم من میدانم. چیزی که آشکارا بیان کردم که ای بود که نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، این آشکارا بیان کردم که ای الله تو کسر در زمین میبری که فساد میکنه، خون ریزی میکنه و مار ببر که بالاخره ما تسبیح و تهلیل و حمد تو میگیم، این که واضح و آشکارا. اما چی میپوشیدن؟ پوشیدن ملائکه همی بود که لن یخلق الله خلقا، این در دل ملائکه داشتن، در ذهن داشتن که هرگز از ما مخلوقی مکرمتر دیگه نخواهد آمد. خدای تبارک و تعالی گفت که او چیزی که شما پنهان میکنید و آشکارا میکنید ما چه کاره، ما میدانم و ما واقفم. وقتی که از امتحان موفق بیرون شدن، از امتحان موفق بیرون شدن، حالا چه کار میشه؟ و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، یاد آور آن هنگامی که ما گفتیم للملائکه، برای ملائکه، اسجدوا، سجده کنید، لآدم، برای آدم، فسجدوا، پس سجده کردن، همه ملائکه سجده کردن الا ابلیس، مگر شیطان سجده نکرد. ابا و استکبر، ابا ورزید، تکبر کرد، و کان من الکافرین، بود از جمله کافران. شیطان تکبر کرد. در اینجا اول که یک اشاره مختصری به حضرت آدم علیه السلام، در روایات آمده که خدای تبارک و تعالی دستور داد به ملائکه و بالاخره یکی از ملائکه آمد از کل روی زمین خاک برداشت، خاکی که حضرت آدم علیه السلام چه کار شد؟ از او ساخته شد. از نقطه نقطه روی زمین خاک برداشت که تا به امروزه هم از جنس انسان ها نمایانه.
به خاطری که در روی زمین خاک سیاه هست، خاک سرخ هست، خاک سفید هست، خاکهای رنگارنگیه. نوع بنی آدم و جنس بنی آدم هم میبینیم، سیاه پوست داریم، سفید پوست داریم، بالاخره رنگ برنگ انسان ها هست، رنگای مختلفی داره، اما فرق بین ابیض و اسود و احمر نیه الا بالتقوا، مگر به پرهیزگاری. سیاه پوست بلال حبشی سیاه ارزش پیدا میکنه، ابو لهبی که رنگی و گل میشد، سرخ و سفید بود به اصطلاح ما و شما، تبت یدا ابی لهب و تب میشه. پس به این طریق الا بالتقوا، مگر به پرهیزگاری، کسی که تقوا داشته باشه. خدای تبارک و تعالی آدم را خلق کرد. آدم را که خلق کرد، بعداً به ملائکه دستور میده که ایر سجده کن. همه ملائکه سجده میکنن مگر ابلیس شیطان سجده نمیکنه. حالا ارتباط به این که ملائکه کجا بود که به کجا سجده کردن آدم را؟ آیا در بهشت؟ آیا در روی زمین؟ در کجا؟ اقوال مختلفی آمده. بعضی گفتن که در همین دنیا در وادی نعمان که پشت وادی عرفات، در همون وادی آدم گذاشته شد، ملائکه سجده کردن. لازم نبود که ملائکه همه جمع بشن، از هر گوشه و در هر مکانی که ملائکه حضور داشتن به طرف آدم علیه السلام سجده کردن که دستور الله سبحانه و تعالی بود. بعضی گفتن که الله سبحانه و تعالی آدم را برد زیر عرش، به اونجی ملائکه برای از او سجده کردن. بعضی دیگه گفتن که نه، آدم در بهشت بود و در بهشت ملائکه به او سجده کردن. اما قول اول صحیح تره که در وادی نعمان که حضرت مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه هم این قول ترجیح دادن، قول اول در وادی نعمان که در پشت وادی عرفاته. و آدم علیه السلام کالبدی و کجا ساخته شد؟ روایت های مختلفی آمده، بیان شده که بین مکه و طائف آدم علیه السلام کالبد از او ساخته شد. حالا اینجا یک اشکالی پیدا میشه که سجده خاصه خدایه، سجده خاصه خدایه، چرا ملائکه آدم را سجده کردن؟ چند قول بیان میشه. اولا سجده که به غیر الله روانیه، به غیر الله روانیه، اینجی الله سبحانه تعالی سجده خاصه خدایه، خاص از برای خدایه، ولی خداوند صاحب اختیاره. چه کار میکنه؟ امی چیزی که خاص از برای اللهه بعضی وقت اختصاص به یک دیگه میده. این بعضی از مفسرین بیان کردن که الله اجازه داد، دستور داد که چه کار کنید؟ آدم را سجده کنید. سجده کردن دیگه. از این استدلال نمیشه که باز قیاس بشه که قبرم سجده و روای، بتم سجده و روای. نه، الله اجازه داد که آدم را سجده کنید. یک قول. قول دوم، این سجده سجده تعظیمی بوده. سجده چی؟ تعظیمی اگر بوده چه کار میشه؟ برای قصد احترام. قصد چی؟ احترام بوده که انحنا، بعضی میگن حالت انحنار داشته. مثل که در امتهای گذشته سجده روا بوده، جریان یوسف و برادران یوسف که در قرآن عظیم و شان آمده، در امتهای گذشته سجده روا بوده، اما در این امت قطعا روا نیه. بعضی دیگه میگن که مراد از آدم علیه السلام که آدم را شما سجده کنیم چه کاره؟ یعنی وقتی که آدم را به مقابل خود قرار میدیم، سجده اصل برای خدایه. مثل که کعبه، ما و شما مال نماز میخوانیم، به کدام طرف نماز میخوانیم؟ طرف کعبه. آیا کعبه سجده میکنیم؟ نه خیر، کعبه سجده نمیکنیم، الله را سجده میکنیم ولی طرف کعبه. بعضی از مفسرین میفرمایند که ملائکه آدم را سجده کردن ولی آدم مثل که کعبه ما سجده میکنیم، مقصود ما و هدف ما الله یا به طرف کعبه نماز میخونیم، آدم هم قبلی ملائکه قرار گرفت و هدف اصلی سجده برای الله بود، سجده برای ذات اقدس الهی بود. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن ولی ابلیس سجده نکرد.
شیطان چرا سجده نکرد؟ شیطان که طوق گناه و لعنت و ذلت برگردن از او افتاد به خاطر 4 گناه. شیطان 4 گناه کرد. گناه اول طمع، گناه دوم ریا، گناه سوم حسد، گناه 4م کبر. این 4 گناه که یک جا شد طوق لعنت برگردن شیطان رجیم و لعین افتاد. طوق لعنت افتاد. چگونه؟ خدای تبارک و تعالی وقتی که زمین از جنها و غولها پاک کرد، زمین یک پاکسازی کرد، همه جنیات از زمین بیرون کرد، بالاخره زمین پاک کرد برای کی؟ برای خلیفه دیگه، برای انسان، برای آدم. اینجی در دل شیطان، در دل ابلیس طمع پیدا شد. گفت که این زمین جای من خواهد بود و این مال من خواهد بود. اینجا طمع پیدا شد. طمع خیلی خطرناکه، خیلی عجیبه. میگه طمع را از 3 حرف بی نقط کردن ترکیبش طمع، تا میم عین، از 3 حرف ترکیب شده. نقط را ننگ می آید که گرد طمع گردد. یک نقطی به کار نرفته. چرا به کار نرفته؟ نقطی گفته یار من نمیرم، هم گرد طمع نمیگردم. خیلی بد چیزیه طمع. خدای تبارک و تعالی دست هیچ کدام ما و شمار به سوی هیچ کس دراز نکنه غیر از سوی خود. 10 روپیه انسان داشته باشه، از صبح بر عرق بریزانه تا شام کار کنه، 10 افغانی بیای خود زن و بچه خو آرام نوش جان کنه، چقدر لذت داره از این که صبح 1000 دیگه کس بر یادم بده که انسان از او طمع کنه. اما 10 افغانی بیتر ارزش داره. شیطان برای از این طمع پیدا شد. طمع بیجای، طمعی که واقعا باعث بربادی شیطان شد. بعد از این که طمع پیدا شد، اینجا دیگه شیطان فکر کرد که خدای تبارک و تعالی میتونه بازی بده. شروع کرد به عبادت کردن. در روایات میاره میگن شیطان تمام نقطه زمین را سجده کرده. خدا نجات بده از این حالتی. آنقدر عبادت شیطان کرده که هیچ کس نکرده. هیچ عابدی، هیچ زاهدی، هیچ پرهیزگاری، هیچ خلاصه کسی به اندازه شیطان عبادت نکرده. اما عبادت چی بود؟ ریا بود. فقط عبادت میکرد که دست به همین مقام خلیفه پیدا کنه. این گناه دوم از این ریا بود. بعد از اینکه آدم ساخته شد، اینجی در دل شیطان هم شعله حسد شعله ور شد. می آمد به پاخ و میزد به جسد آدم علیه السلام. باز به دیگه ملائکه میگفت چرت نزنیم، این چیزی نیه، این لیاقت شایستگی این خلیفه بودن رو نداره. به این طریق حسادت از این پیدا شد. وقتی که خداوند دستور داد که و اذ قلنا للملائکه اسجدوا، ای ملائکه شما سجده کنید، اینجا همه سجده کردن الا ابلیس. اینجا دیگه باید تکبر کرد. گناه 4م کبر آمد. بعد چی گفت؟ انا خیر من خلقته من طین، انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. شیطان گفت من از بیتر ترم، من از آتش، ای از چی؟ ای از خاک. اولین کسی که قومگرایی کرد و نجات پرستی کرد شیطانه. نجات پرست گفت من بهترم. خدای تبارک و تعالی گفت و ان علیک اللعنت الی یوم الدین. تو که دیگه حال تکبر کردی، برو لعنت شدی تا به روز قیامت، تا به قام قیامت رانده شدی. در اینجا بعضی از مفسرین میفرمایند که شیطان یک جمله گفت انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. باید ایر الله سبحانه و تعالی همین قدر ایر از درگاه خود دور میکرد؟ چرا چنین؟ خود یک گناهی کرد دیگه. اینجا مفسرین میفرمایند که ای در کار خدا عیب گرفت، در کار خدا اشکال وارد کرد. یعنی ایت معلوم میشه وقتی که الله میگه سجده کن آدم از تو بهترتره، ولی او میگه نه من بهترترم، من بهترترم از این.
یعنی ایت فهمیده میشه نعوذ بالله من ذالک، خدایا تو نمیدانی، نعوذ بالله میدانم. امروزه هم مفسرین میفرمایند که خیلی باید متوجه باشیم که در کار خدا کسی که عیب میگیره، در کار خدا عیب گرفتن امیت گناه عظیم و بزرگ داره، از درگاه خدا دور میشه. مثلا یک نفر میگه کاش که همی بینیم اینجی نمی بود، اینجی می بود، تپی نگه. خواهی سخت عیبیه دیگه. خدای تبارک و تعالی میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میگه من به بهترین شکل تیار کردم. این میگه اگه پوز من بینیم اینجی نمی بود، اینجی بیتر بود، گوشام پی کلیم می بود، بیتر بود. این چیه؟ این عیب گرفتن، انتقاد کردن به کار خدا. یا مثلا در شکل و قیافه انسان ها، به هر طریقی که باشه، خلاصه عیب گرفتن و اشکال وارد کردن و انتقاد کردن به کار خدا، چر خدایی کرده. نعوذ بالله من ذالک. این نکته باید خواهران متوجه باشن. چر خداوند حجاب را گفته دیگه، مگر خدا نمیفهمیده؟ تو ولی میفهمی؟ این خیلی مهمه. پس در تمام عرصه ها، در عرصه لحیه ریش که هسته، در عرصه بالاخره حجاب که هست، این نکات رو باید متوجه باشید. خدای تبارک و تعالی لازم دیده، خدای تبارک و تعالی بر نفع بندگان خونه نه بر ضرر. چه کار کرده؟ برای مرد ریشی داده. چرا برای زنها ریش نداده؟ لازم دیده که اونا ریش نداشته باشن. در این قسمت باید خیلی متوجه. اگه کسی گناه هم میکنه، معصیتی هم میکنه، به کار خدا عیب و اشکال نگیره. پس در از این قسمت اگر کسی به کار خدا عیب گرفت و اشکال وارد کرد و انتقاد کرد، واقعا از درگاه الهی محروم میشه، از رحمت الله سبحانه تعالی محروم میشه، مورد قهر و غضب پروردگار عالم قرار میگیره. در عرصه جهاد، حالا یک برادری به جهاد میره یا نمیره، شهید میشه یا نمیشه، ولی باید این نگه که دین اسلام هم چریت شده، چرا آورده برو بکش، برو بزن، برو کشته شو به این قسمت. یا ماه مبارک رمضان میآیه، کسی انتقاد کنه که این ماه مبارک رمضان چرا به میاواگیر میافتاده، یا چرا بالاخره. اگر کسی دنبال حکمتی رو بگرده مشکلی نداره، دنبال حکمت بگرده مشکل نداره، اما به انتقاد نباشه. چرا 30 روز ماه روزه شده، کاش که 15 روز می بود. پس انتقاد به کار خدا گناه عظیم و بزرگیه. شیطان اینجا چه کار کرد؟ در اصل در مقابل خدا استاده شد، گفت ای الله تو نمیفهمی. نعوذ بالله من ذالک. شیطان چنین گفته. الله میگه آدم مبارکه، قابل سجده احترامه، او میگه نه، من از او بهترترم، چون من از آتشم و او از خاکه. ابا واستکبر و کان من الکافرین. و قلنا ما گفتیم یا آدم اسکن. وقتی که آدم علیه السلام ساخته شد، آدم علیه السلام روح دمیده شد، آدم علیه السلام خلاصه مسجود ملائک قرار گرفت و گفته شد یا آدم اسکن، ای آدم ساکن شو، انت تو و زوجک و زوجه تو، در کجا؟ الجنه، به جنت، و کلا منها رغدن، و بخورید از بهشت، رغدن خوردن زیاد، هر چی که دل شما مایه، حیث شئتما، هر جایی که میخواهید، اما یک شرط، ولا تقربوا هذه الشجره، نزدیک نشوید به این درخت، فتکونا من الظالمین، اگر به این درخت نزدیک شدید، چه کاره؟ فتکونا، پس میشوید از جمله ظالمین. خدای تبارک و تعالی آدم را در بهشت برد. روایت های زیادی، آیا بهشت اصلی بوده، آیا باغ و بستانی بوده، و بالاخره آنچه که در قرآن صراحتا ذکر نشه ما هم خیلی پشت قیل و قال از اون نمیگردیم. بهشت بود، آدم در بهشت زندگی میکرد تا این که چه کار شد؟ خدای تبارک و تعالی یک قید و قیوداتی گذاشته بود که از همین درخت ممنوعه نخورید. درخت ممنوعه چیه؟ بعضی از مفسرین نوشته کردن که گندم بوده، بعضی گفتن که انگور بوده، بعضی گفتن که انجیر بوده، و بعضی گفتن و بالاخره میوه دیگری بوده. حالا لازم و ضروری نیه که ما حتمی بفهمیم که انگور بوده یا گندم بوده.
در قرآن هم نیامده، در احادیث صحیحه و اینها هم ذکر نشده. مفسرین توجیهاتی بیان کردن که گندم بوده، بعضی گفتن نه انگور بوده، انجیر بوده. بیتری یک ابتلا و آزمایشی. ولا تقرب هذه الشجره، به این نزدیک نشیم، اگر نزدیک شدیم فتکونا من الظالمین، شما از جمله ظالمین میشید. حضرت آدم علیه السلام در بهشت داخل شد. وقتی که آدم مسجود ملائکه قرار گرفت هوا نبود. حضرت آدم در بهشت بود و بالاخره اطراف بهشت سیر میکرد، مدت زیاد در بهشت تیر کرد، اما دق آورد. انسان تنها دق میاره. به همین طریق آمد زیر یک درخت سرر گذاشت و لحظه ای که خواب رفت، بعضی مفسرین بیان کردن که حضرت آدم علیه السلام یک هفته یا یک ماه خواب بود، قرار کرده خواب بود. خدای تبارک و تعالی از پهلوی چپ آدم علیه السلام هوا خلق کرد، بیرون کرد. هوا بالا سر حضرت آدم علیه السلام نشسته بود که آدم چشم خود را باز کرد. لحظه ای که چشم حضرت آدم افتاد که به به تو کینی اینجا ششته ای؟ گفت من هوا. چی کار آمدی و چگونه خلق شدی؟ گفت به خاطر آرامش تو دیق آوردی، بالاخره تا ای که در کنار تو باشم و دیق نیاری. لتسکنوا الیها، آیه های دیگه بعدا میخوانیم. آرامش زن برای مرد آرامش میده و مرد برای زن آرامش میده. افسوس که امروز بعضی از ازدواج ها آرامش کلن میبره. وقتی که عروس و داماد دست هم دیگر رو دارن، داماد مسکین بیچاره غرقه که تا 2 سال قرضار خواه دادم، تا 3 سال قرضار خواه دادم، تا 4 سال خودم دنیام خلاص میشه. باز بعضی دوستا و رفیقای داماد به تم مجلس و عروسی، خاطر دیگه که مردانگی معلوم شه. عجیب شده مردانگی، نه مردانگی نیه. بعد چه کار میکنن؟ یکی که رقص و سما میکنه، جوانا قصه میکنن، یکی استاد میشه، باز پولار به سر از پاش میده یا چرخ میده، میره باز پیشمو سازنده میندازه. بابا تو خیلی دوستی اونی، همون پولار چرخته یا استگاکی من کیسی دومات کن که قرضا خور بده. تو رفیقی اونی دیگه، دوستی اونی، آشنای اونی، همون خیلی دیگه. واقعا تو داخل مجلس از دوستی کار کردی. همین 4 قرندگان بالی و بگذار، چقدر 10 تا رفیق داری، 10 تا پول پاش میدن، این 10 تا پولار چه کار کنن؟ بم گرد سر داماد چرخ بنده آیسته بم کیسی کنه. چقدر لذت داره، چقدر دوستی بیشتر میشه، محبت بیشتر میشه، خدا هم خوش، پیغمبرم خوش. حالا عقل نمیفهم کجایه، چشمی ها و هم چشمی ها. مشکلات دامادم حل میشه، رفاقتم بیشتر میشه، دوستیم بیشتر میشه، انما المؤمنون اخوه تازه تر میشه، همه مشکلات. پس در این قسمت آدم علیه السلام خلاصه هوا دید، آرامش پیدا کرد. حرکت کردن، بالاخره در بهشت قدم میزنن. در اثنای قدم زدن آدم علیه السلام غرق عشق لیلی شد. درخت رو بدید و از فکر از این رفت که خداوند این از این منع کرده. بعدن چون حضرت آدم علیه السلام قصدن از این درخت استفاده نکرد، یا این اعتراض هم نشه که بعضی اعتراض میکنن بابا همی آدم همی دانه گندم رو نمیخورد که ما از بهشت بیرون نمیشدیم. نه، خدای تبارک و تعالی هنوز که آدم رو خلق نکرده بود. چی گفت برای ملائکه؟ اینی جاعل فی الارض خلیفه. هنوز آدم درک نداشت، گفت که من مایوم خلیفی در زمین بیارم. یک درخت چکار شد؟ بهانه شد. آدم علیه السلام چون آیات دیگه میگه فنسی ولم نجد له عزما، در ماه مبارک رمضان یک نفر روزه داره 4 روز، خوب تشنه، یخچال رو باز میکنه، آبای سر در بر میداره، خوب نوش جان میکنه، سیراب میشه، غذا هم گذاشته، خوب فولم نان رو میخوره. یک رن به فکر از این میایه که الله من روزه داشتم، آیا روزه از این باطل شده؟ نه. آیا خدا این مؤاخذه میکنه؟ نه. آدم علیه السلام هم چنین شد. آدم علیه السلام قصدن نخورد، فراموش کرد. فنسی ولم نجد له عزما. اصلا اراده حضرت آدم علیه السلام این نبود که ایر بخوره. به همون صورت هم چون آدم علیه السلام از انبیا، از پیامبرانه،
باز هم خدای تبارک و تعالی اور در همون فراموشی از او هم اور میگیره و همون به وسیله و بهانه میشه که بیایه در زمین و تقدیرات الهی که رقم خورده بوده رقم بخوره. آدم علیه السلام در بهشت از این درخت خورد، اما چگونه؟ فازلهما الشیطان، پس لغزان هر دو را شیطان، انها از آنجا، فاخرجهما، پس بیرون کرد هر دو را، مما کانا، از اون نعمتهایی که بودن، فیه در آن. شیطان اینا را لغزاند و بالاخره خدای تبارک و تعالی هم وقتی که منع کرده بود و حضرت آدم از این درخت هم مجردی که خورد، لباسای آدم علیه السلام، لباسای بهشتی از تن از او افتاد دیگه، حالا نافرمانی کرد. در اینجا یک سوال پیش میاد که شیطان وقتی که رانده شد، حالا به بهشت شیطان چگونه رفت؟ مفسرین بعضی میفرمایند، در بعضی روایت آمده و تفسیرها هم بیان کردن که به وسیله مار، شیطان خور ماری تیار کرد و رفت به بهشت، یا طاووسی بالاخره به وسیله یک طاووس. اما روز اول ما و شما اشاره کردیم که تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن باید با قرآن تفسیر بشه. وقتی که شیطان آدم علیه السلام لغزاند، به چی وسیله؟ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما. فوسوس لهما الشیطان، شیطان دکترا خورد، در رشته تخصص داره و دکترا داره در فن وسوسه، خیلی وسوسه گره در وجود. فوسوسه سوره ناس هم میگه که قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، از شر وسوسه‌گری که او خناس است. شیطان خیلی وسوسه میکنه در قلب انسان، ولی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگیم کل وسوسه از وجود و فکر انسان همه دور میشه. بعد از اینکه آدم علیه السلام لغزید، آدم گناه نکرد بلکه لغزش کرد. ذلت به ذلت یعنی لغزش کرد، یعنی یک گناهی نبود، نه گناه صغیره کرد و نه گناه کبیره، یک لغزشی بود. و قلنا، ما گفتیم اهبطوا بعضکم لبعض عدو، اهبطوا فرود آیید، بعض شما دشمن بعضی دیگر هست. در ای آیات دو اهبطوا به کار رفته. اهبطوی اول اهبطوی حاکمانه، و قلنا ما گفتیم اهبطوا حاکمانه، حالت حاکمانه. خدای تبارک و تعالی بسیار با قوت و قدرت بیان میکنه که فرود آیید، بعضکم لبعض عدو، بعضی شما دشمن بعضی دیگر هست. ولکم فی الارض، و شما را و برای شماست فی الارض در زمین، مستقر آرامگاه، و متاع الی حین، ولی تا یک مدت چی معینی. در زمین بهره مندی هست، منفعت هست، زمین جایگاه شما هست، الی حین، تا یک وقت مشخص. یعنی ای آدم بس پریشان نشده که از بهشت حالا بیرون شدی، پس میایی به بهشت، حالا برو در یک وقت معینی در دنیا زندگی کن. اول این که آدم علیه السلام رفت به بهشت، بعداً بیرون شد و الله هم میگه و مستقر و متاع الی حین، تا یک وقت مشخص و معینی. این نکته اشاره میکنه که آدم که در اول به بهشت رفت، ای انسان اصل جای تو بهشت، اصل جا بهشت. خداوند آدم رو برد که اصل جا خور بفهمه. ولی ای که در دنیا اگر نافرمانی کنه، در دنیا کفر کنه، فسق کنه، فجور کنه، خود چیز واضحه که از اون نعمت میمانه، از نعمت بهشت چه کار میشه؟ محروم میشه. فتلقى آدم آمد، چه کار شد؟ در زمین. وقتی که در زمین آمد، فتلقى آدم، پس یاد گرفت آدم علیه السلام من ربی، از پروردگار خود، کلمه های فتاب علیه، خداوند قبول کرد به وسیله همان کلمات توبه حضرت آدم را. انه هو التواب الرحیم، هر آینه خدای تبارک و تعالی توبه پذیر و مهربانه. آدم علیه السلام در زمین آمد. وقتی که در زمین آمد، خداوند کلمات را به زبان از او داد و از پروردگار خود کلمات را آموخت. به وسیله همان کلمات خداوند او بخشید. او کلمات چیه؟ بعضی بسیار به
بسیار به صراحت بیان میکنن که وقتی آدم علیه السلام متوجه شد که در عرش پروردگار عالم نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله، چیز واضحه نوشته بوده، اما آدم توسل جست به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. خدای تبارک و تعالی به برکت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آدم را بخشید. اما این روایت ضعیفه، این روایت ضعیفه، نداریم روایت قوی. اما اینیه که خدای نخواسته شأن و مقام و منزلت رسول الله صلی الله علیه و سلم کم بشه که بگیم این روایت ضعیفه. نه، رسول الله صلی الله علیه و سلم چنان مقامی دارن که بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. اما تفسیر قرآن گفتیم به وسیله خود قرآن. حالا فتلقی آدم من ربی کلمات، این کلمات چیه؟ در سوره اعراف بیان میکنه که این کلمات اینه که ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا، بار اله پروردگارا ما ظلم کردیم بر نفسهای خود، و ان لم تغفر لنا و ترحمنا، اگر تو ما را نبخشی و اگر تو ما را نیامرزی چه کار میشیم؟ لنکونن من الخاسرین، ما از جمله زیانکاران میشیم، از جمله زیانکاران. حضرت آدم و حوا چند سال ربنا ظلمنا میگفتن؟ در روایات آمده که آدم و حوا 200 سال ربنا ظلمنا میگفتن. با یک فراموشی، با یک لغزش، من و تو که اولاد آدمیم، این دروغ ها، این غیبت ها، این تهمت ها، این بهتان ها، این افتراها، این شیشتن به مجالس گناه و معصیت، چقدر باید توبه کنیم؟ 200 سال گریه کردن، 200 سال اشک ریختاندن و میگفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این کلمات که در ای آیات آمد. قلنا، گفتیم، اهبتو، اهبتوی حکیمانه، اهبتو منها جمیعا، فرود آیید از اینجا همه شما، ولی تشویش نکنید، پریشان نباشید. فاما یأتینکم، الله میگه ای بنی آدم شما پریشان نباشیم، نیه که شما برید در زمین ما شما فراموش کنم، شما به بالاخره به فراموشی بسپارم، نخیر. فاما یأتینکم منی، پس اگر بیاید شما را از طرف من، هدن، هدایتی، پیامبری، کتابی وقتی که آمد، فمن تبعه، کسی که پیروی کنه هدای، همین هدایت مرا، کسی که پیروی کنه از پیامبران من، کسی که پیروی کنه از کتابهای من، وقتی که هدایت را گرفت، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ای آدم در زمین پریشان نباش، اگر به جنتم بودی توجه ما طرف تو بود، در زمینم باشی توجه ما طرف تو هست. کسی که پیروی پیامبر و پیروی کتاب رو بکنه، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، پس نیست ترسی بر از اونا، ولا هم یحزنون، نه هم اندوهی. هر انسانی که در دنیا پیروی انبیاء علیهم السلام، مثلا مؤمنین و مسلمین زمان حضرت موسی، آنهایی که به واقعیت از حضرت موسی پیروی کردن در زمان حضرت موسی خوشبختن. در زمان حضرت عیسی علیه السلام کسانی که پیروی کردن خوشبختن. در این زمان پیروی مختص از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم.